همونطور که دارید میبینید چقدر به زیبایی اومده اون عکس با کیفیت پایین ما رو دریافت کرده و دیده که چه چیزی اینجا هست و اومده بافت اون رو ساخته و یه عکس خیلی طبیعی و با کیفیت به ما تحویل داده. همونطور که میبینید اینجا چشمش رو میبینید چقدر به زیبایی اومده تغییر داده، ابرو، حتی اگه بیام رو لبش رو ببینید چقدر زیبا اومده اون رو دوباره ساخته و درستش کرده. این یکی چشمش رو و این تصویر شده این دقیقا همونه، ولی خیلی خیلی با کیفیت تر و با رزولوشن بالاتر، با دیتیل بیشتر، تکسچر بیشتر، بافت بهتر صورت و همه چیزش خفن تر شده. اگه میخوای این رو یاد بگیری بریم توی این ویدیو کل آموزشش رو با هم ببینیم. سلام رفقا، خیلی خوش اومدین به این ویدیو. من علی هستم و اینجا کانال علیم بود. توی این ویدیو قراره بریم یاد بگیریم که چطوری کیفیت عکسامون رو خیلی بالاتر ببریم. اگه عکس قدیمی دارید یا حتی اگه عکسی رو جدید گرفتید و مشکل کیفیت دارید باش، خیلی نویزی شده تصویر، خیلی بی کیفیت پیکسلاش، منو کلا هر عکس مشکلی داره بریم میتونیم حلش کنیم. هر اتفاق بدی برای عکستون افتاده بریم و عکسمون رو بهبودش بدیم، تقویتش کنیم و بهترش بکنیم. تنها کاری که باید انجام بدید اینه که بیاید سراغ این سایت کریا ای آی. این بالا دارید میبینید. کلا هم رایگان، یعنی پلن رایگانش روزانه کلی بهتون جنریت میده و امکانات مختلفی داره. خیلی امکانات زیادی داره. همونطور که اینجا هم دارید میبینید بخش بهبود تصویرش هستش که روی عکس حیوانات چقدر زیبا داره این کار رو انجام میده. تنها کاری که باید انجام بدید اینه که بعد اینکه وارد سایت شدید این بالا گزینه لاگین و ساین اپ رو دارید میبینید. ما که حالا لاگین نکردیم گزینه لاگین یا ساین اپ رو میزنیم، فرقی نمیکنه. کانتینیو ویت گوگل برامون میاد، همین رو میزنیم و لیست جیمیلامون برامون میاد. حالا چون من اینجا صفحه ناشناسه و لاگین نکردم برام نشون نمیده. شما جیمیلاتون رو میبینید، انتخاب میکنید و بهش لاگین میشه. خیلی ساده. بعد اینکه لاگین کردید، حالا اینجا صفحه‌ایه که من بهش لاگین کردم. اینور دارید اینجا میبینید. این بالا ما تب امکانات این نرم افزار رو داریم. میتونید عکس بسازید، ویدیو بسازید، کیفیتش رو بالاتر ببرید، ریل تایم عکس و ویدیو بسازید، یعنی هر کلمه که دارید مینویسید اون رو میسازه و هی کلمه به کلمه جلو میره. میتونید ادیت بکنید عکساتون رو و اینجا هم دیگه اون کارهایی که تا حالا انجام دادید یه جا براتون لیست میشه. ولی خب ما الان با این بخش اینهانسرش کار داریم. کاری که باید انجام بدیم اینه که روش کلیک کنیم و صفحه اینهانسر برامون بیاد بالا. کاری که باید بکنید اینجا گزینه آپلود رو میزنید و عکس خودتون رو بهش آپلود میکنید. خیلی ساده. بعد اینکه عکستون رو آپلود کردید، حالا اینجا میبینید دیگه من آپلود کردم، اون رو انتخاب میکنم، این بخش براتون میاد. همونطور که دارید میبینید این همون عکسیه که ما اونور داشتیم و الان داشتم بهتون نشونش میدادم که این اتفاق روی عکس من افتاده. عکس رو بهش آپلود میکنید و این پایین ما گزینه اینهانس رو داریم و اگه اولین بار آپلود کرده باشید حالا این اینهانس این بالا هم براتون میاد. اینجا ما چند تا گزینه داریم که با کم و زیاد کردن اونها میتونیم عکس بهتری تحویل بگیریم. حالا چطوریه؟ اولش پرامپت داریم که گفته عکس خودتون رو توصیف کنین. حالا من معمولا توصیف نمی‌کنم چون بدون توصیف کردن خیلی خوب در میاره واقعا، یعنی ولی اگه بخواید که دیتیل بیشتری بهش بدید، یعنی بهش بگید که چی می‌خواید و عکسم چیه و می‌خوام باش چی کار بکنی، میتونید اینجا براش بنویسید. کاری که باید انجام بدید اینه که شما با اینها بازی کنید. همونطور که دارید می‌بینید من واسه اینکه به این عکس برسم اینها رو یه ذره تغییرش دادم. حالا اینها به چه دردی می‌خوره؟ اگه روش داریدم توضیحاتش براتون میاد. این AI Strength بهتون میگه که اگه این رو بیارید بیشترش بکنید، این تغییراتی که AI میاد روی عکس ایجاد میکنه بیشتر میشه و در نتیجه اونها عکس شما خیلی کیفیتش میره بالاتر. ولی خب یه ریسکی هم داره. اون چیه؟ اونم اینه که درست دیتیل جدیدی بهش میده، درست تکسچر جدیدی بهش میده، ولی داره اینها رو جنریت میکنه و ممکنه عکس اصلی شما در واقع اون رو نداشته باشه و فاصله بگیره از عکس اصلی شما. همچین چیزی ممکنه. مثلا اگه من بیام روی این عکسه و اینجا این جنریت هم رو بهتون نشون برم، AI Strengthش رو زیادی بردم بالا و اینجا میبینید اصلا کرکترم تغییر کرده. درسته ببینید چقدر بلره و چقدر کیفیتش بده و این چقدر شفافه و کیفیتش خوبه، ولی خب ایشون دیگه ایشون نیست اصلا. یعنی مدل موها رو اومده تغییر داده، حدودی همونه سید، ولی نه خیلی تغییرش داده ایشون رو. ولی اگه اون رو یه میزان کمتری داشته باشیم، همونطور که دارید میبینید کیفیت همون فرده، فقط کیفیتش یه ذره بهتر شده و خیلی اندازه اون ور کیفیتش بهتر نشده. حالا میگم اینم باید خیلی بیشتر با این اعداد بازی کنید. اینجا تو این نقاشی مونالیزا بیاد ببینید
با اینا باید خیلی بازی کنید، یه ذره کم بیشتر هی این ور اون ورش بکنید که به اون نتیجه دلخواهتون برسید. مورد بعدیمون برای چیه؟ این گزینه برای اینه که چه میزانی به عکس اصلی ما وفادار باشه. یعنی چی؟ یعنی اگه این میزان رو خیلی ببرید بالاتر یا خیلی بیاریدش پایینتر، نسبت به این تاثیر داره که مثلا این عکس منه حدودی میگیره چیه و یه چیز دیگه کلا میزنه ولی خب کیفیتش بالاتره. یعنی تو این فضا میخوای یه چیز بسازی ولی کلا متفاوت باشه از این. آره اون موقع این رو خیلی ببرش بالاتر. ولی نه، اگه میخواد خیلی وفادار باشه به این عکسش و دقیقاً عین این بسازه، توصیه میکنم با این هم یه مقدار بازی کنید و به همین مرتبط. خودش گذاشته روی 38% که میزان وفاداری متناسبی داشته باشه به این تصویر. اگه میخواید یه ذره تغییرش بدید به این ور اون ور، ببینید که رو کدوم بهتون دیتیل بهتری میده و اون عکسی که دوست دارید. ولی میگم اگه زیاد این ور اون ورش کنید ممکنه که کلا یه عکس دیگه بهتون تحویل بده. گزینه بعدیمون هم بهم میگه که اگه این مورد رو بیای کمترش کنی، یعنی بیاری مثلا روی 10%، 20%، 5%، من رنگش رو بهتر میکنم و اون دیتیل های اضافی که نمیخوای رو هم پاک میکنم. یعنی عکس تن و تمیزتر به تحویل میدم. ولی خب اون دیتیل ها داره کم میشه. اگه شما قصدتون اینه دیتیل زیاد بگیرید، توصیه میکنم این رو هم بیارید بالاتر. و گزینه آخرمون هم شارپنسه که این رو هم ما همون نوسار ادیت و عکس و اینجور چیزا هم داریم که اگه این رو بزنید شارپنس تصویرتون میاد بالاتر و این ربطی به اون دیتیل هایی که جنریت شده نداره. صرفا یه شارپنسش رو میاد یه ذره اینور اونور میکنه که خیلی چیز نیست، مهم نیست. اینو بذارید روی حالت عادیش بمونه. حالا این تنظیماته و واقعا من نمیتونم بگم که این رو حتما ببرید بالا، این رو حتما بیارید پایین، این رو حتما ببرید بالا. نه، نسبت به عکستون یه ذره کمتر بیشتر کنید و ببینید کجا به اون نتیجه‌ای که میخواید میرسید و اون رو بذارید و عکستون رو با همون جنریتش بکنید. یه گزینه آخرم اینجا داریم که اینم مربوط میشه به مچ کالر. این چی میگه؟ میگه اگه شما این گزینه رو روشن بکنی، من رنگ و نوری که رنگی که تصویر داره رو عین همون تصویر اصلی در میارم و به تحویل میدم. و خب اگه دوست داشتید که مثل همون باشه رنگش، اینو روشن میکنید و خاموش میکنید. و بعد اینکه عکستون جنریتش تمام شد و این هنسش رو زدید و بهتون تحویل دادون عکس رو، این پایین گزینه دانلود هم هست، اینجا اینو میزنید و فایل شما ببینید به سادگی دانلود میشه و میتونید از اون استفاده کنید. این همون تصویریه که میبینید این هنس شده از نقاشی مونالیزا. این بالا دارید اینجا میبینید دیگه. ما این رو داشتیم و رسیدیم به این عکس که خیلی دیتیل داره نسبت به این عکسمون. این یکی مورد رو هم همینجا ببینید. میبینید با میزان کم ببینید چقدر قشنگ پیکسلا رو قشنگ اینور میبینید که چقدر بده و زیاده و این تصویر چقدر اینطوریش که خوب کرده. روی چهره ها ما یه مشکلی داریم همیشه، اونم اینه که خب چهره رو خراب میکنه. ولی اگه عکس مثلا دیوایسی چیزی باشه، اونا رو فوق العاده درست میکنه. یعنی میبینید دیگه چیکار کرده با این ور مانیتور که مثلا خط و بی‌کیفیت کامله و چقدر شارپ شده همه چیز و درست شده، کیفیتش بالاتر اومده. میگم روی عکسایی مثل اینجور چیزا که معلومه این پیانوه خیلی تمیزتر در میاره. ولی تو چهره ممکنه که اون چهره رو بیاد اگه زیاد این AI استرنگسش رو تغییر بدید، بیا کلا چهره رو بکوبه از اول بسازه. حالا بازم باید یه ذره باش ور برید، ولی میتونید نتایج خیلی خفنی باش بگیرید. جزء خفن ترین چیزاست واسه این هنس کردن و بالاتر بردن کیفیتتون که همونجوری که توی مونالیزا میبینید واقعا فوق العاده عمل کرده، واقعا زیباست. این من بذارم اینجا شما ببینید، این نتیجه خیلی خفنه. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید و کانال رو ساب کنید، زنگولش هم بزنید. کلی آموزش‌های AI مختلف دیگه هم کانال هستش. توصیه میکنم که اگه دوست داشتید این ویدیو رو هم میتونید تماشا کنید و از دیدنش لذت ببرید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.